اینالا اگر تو با بصیرت قلبیت سیل کنی، اوهو این سریال، این فیلم، ای خو اگر از یک طرف یک قصه که اسلامی خوبه بر ما گفت، از طرف دیگه مغز کلگی را آماده ساخت برای چی؟ که اونا کل دیندارا هستن، خوب نمازخوان است، خوب دیندار است، لکن زنایش کت جراب و سرایشان لچ است، پولایشان لچ است. اینه حالا که باز بریم میگه انسان که دنیای اسرار دیدی با چه خوب مردم هستن و بد مردم هستن، نه خوب مردم هستن. در حقیقت این چی است؟ این یکی از دامهای شیطان است. این انسان مسلمان باید بفهمه که شیطان از کدام راه در وجود ما داخل میشه. دشمنای اسلام میگن بهترین وسیله برای سیکولر ساختن، بیدین ساختن، گمراه ساختن مردم چی است؟ رسانه ها هست. از این خاطر زیاد سر رسانه ها مصرف میکنن. مسلمان ها نمیفهمن. مسلمان ها نمیفهمن و سر یک فیلم 50 میلیون دلار مصرف میکنن. چرا؟ میگه این فیلم در ذهن جوانها بسیار تاثیر میکنه، بسیار تاثیر میکنه. اما مسلمان ها که است، اگه مجبوری که یک دونه فیلم بسازیم که می جوانها را جور بسازیم، بخی برادری چی است؟ فیلم چی بدرد میخوره؟ شما آمدین سر از این گرد میزنیم. مسلمان ها در تلویزیون ها هیچ تو بی تفاوت است، اما دشمن اسلام میگه نه تلویزیون خود خانه هست. حال خب بچه کت پدر خود چند دقیقه گرد میزنه؟ من بچه جوانا بگو کت پدر چند دقیقه گرد میزنه؟ در روزانه 10 دقیقه کت پدر خود گرد میزنه. اما کت موبایل چند دقیقه گرد میزنه؟ مکمل وقتش در کجا هستن؟ در موبایل است. آلی جوان بیدینی، گمراهی، اعمال زشت کلش از چی یاد گرفت؟ از این رسانه یاد گرفت. از این خاطر یکی از اسالیب جنگ فکری دشمنای اسلام چی است؟ ترکیز و فوکس سر چی است؟ سر رسانه ها است. میگی رسانه ها را ما باید سیکولر بسازیم. وقتی که رسانه را سیکولر ساخت، مردم خود به خود منحرف شدن.